استاد من یه سوال داشتم. بله. وقتی که ما ازدواج میکنیم، حالا چه به صورت سنتی چه مدرن، وقتی میریم سر خونه زندگیمون، حالا درسته یه سری مشغله ها هست، یه سری گرفتاری ها هست، ولی اون ذوق و شوق روزهای اول فراموشمون میشه. یه تایمی که میگذره، حالا تا 2 سال 3 سال، چی کار کنیم این ذوق و شوق بمونه؟ مثل روزهای اول حالمون کنار هم دیگه خوب باشه، اون چالش ها زیاد نشن. درسته. ببینید الان سوال شما چند قسمت داره. یکی این که چیکار کنیم و چرا این اتفاق میفته. ما در چند ماه اول، حالا توی نظریه‌های مختلف 6 ماه الی 2 سال هست که بهش میگن هانیمون یا ماه عسل. در ماه عسل چه اتفاقی میفته؟ هورمون‌ها یا نوروترانسمیترها، اینطوری بهتون بگم که میزانشون خیلی بالاست. مثلا آدرنالین بالاست، اکسیتوسین بالاست. یه آدم درونگرا شخصیتش اصلا عوض میشه برونگرا، خیلی اجتماعیه، دائم میخواد حرف بزنه، میخواد توجه طرف مقابلش رو جلب بکنه، به دلیل اینکه این نوروترانسمیترها در بدنمون بالاست. و خداوند این کار رو انجام داده بر اساس نظریه تکاملی که چه اتفاقی بیفته، این 2 نفر خیلی سریع دوست داشته باشن که در کنار هم قرار بگیرن. دائم به معشوق فکر میکنی، یه ذره که ازش دور میشی دلتنگش میشی، یا وقتی که میبینیش قلب تاپ و توپ میکنه. اینا برای این هستش که شما 2 نفر به هم برسید. حالا که به هم رسیدید دیگه طبیعت کارشو کرد و میخواد که چی؟ به هر حال بر اساس دیدگاه تکاملی تولید مثلی صورت بگیره. حالا بعد یه مدت این مرحله اول عشق که گفتیم خیلی هیجانیه، شیفتگی درش وجود داره، یه دفعه چی میشه؟ فروکش میکنه. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ حالا اینجا اون اشتیاق و طلب و طلوب به قلب که کم میشه، یه چیز دیگه ای باید جایگزینش بشه. صمیمیت. اینکه شما با هم وقت بگذرونید، علاقمندی‌های مشترکی داشته باشید، حرفی برای گفتن با هم دیگه داشته باشید. یعنی اگر که طبق مثلث اشترنبرگ پیش بریم که اون اشتیاق اولیه و میل باعث میشه که من بهش برسم، در مرحله دوم صمیمیت میرسیم. صمیمیت 9 تا بعد داره. ما باید بیایم اون 9 تا بعد صمیمیت رو روش کار بکنیم تا هم اون روابط عاطفیمون قوی تر بشه و هم در مثلث اشترنبرگ ضلع بعدی که تعهد بین زوجین هست شکل بگیره. خیلی از زوجا میگن چیکار کنیم نکنه بهم خیانت بکنه. اگه اون 2 تا بعد اول به خوبی شکل بگیره، منتج به این میشه که بعد سوم که تعهد هست به وجود بیاد و در ضمنش ما سعی بکنیم که همواره نکات مثبت طرف مقابل رو ببینیم، از ویژگی‌های مثبتش صحبت کنیم. بعضیا میگن یه بار بهش گفتم دوستش دارم دیگه کافیه دیگه. نه، این مثل این میمونه که شما یه گلی رو داری، میگی یه بار بهش آب دادم کافیه دیگه. نه، این گله هر روز نیاز به آب داره، نیاز به نور داره، نیاز به کود داره. عشق هم همین حالت رو داره. یعنی ما همواره باید به اون رابطمون رسیدگی بکنیم، یعنی این رابطه پایدار باشه و رضایت زوجین در این رابطه به وجود بیاد و رابطه شادی داشته باشیم. ممنونم.